یکی از بزرگترین توانایی‌های ما انسان‌ها توانایی متفاوت نگاه کردن به موضوعاته و من میخوام از این توانایی در جهت برداشت متفاوت از یک موضوع یا یک مشکل خیلی شایع ما انسان‌ها استفاده کنم. اونم بحث افسردگیه و نگاه متفاوت به بحث افسردگی. همیشه خب شنیدیم که افسردگی خب فرایند دردناکیه. اون فردی که افسرده است اشتهاش، خوابش، توانایی ارتباطش و اون حس و حالش کلاً ضعیف میشه و از دست میره و خب شاید خیلی از ما تو زندگی دچار این حس و حال هم شدیم و یه دوره‌های کوتاه یا بلندی از افسردگی هم تجربه کردیم و خب اونو یه فرایند دردآور میبینیم. ولی شاید بشه اینجوری به قضیه نگاه کرد که افسردگی همیشه یک چیز منفی نیست. شاید یک جاهایی بیشتر از این که یک درد باشه یک موهبته و اون اینه که خب داره به ما یک خبر میده این حس افسردگی و خبری از درون که چیزی یا چیزهایی سر جای خودشون نیستن. کسی که مشکلی توی روابطش داره و انگاری خیلی وقته که این مشکل هست و کاری یا براش نکرده یا نمیتونسته بکنه و یک حس افسردگی داره، شاید این حس افسردگی داره بهش راهنمون میشه که خب باید به درون خودش توجه کنه و به شرایط روابطش توجه کنه. فرد دیگه احساس بی‌معنایی داره، احساس پوچی داره و باز این حس افسردگی داره بهش خبر میده که خب در درون تو یه حس این فرمی هست و برایش یه کاری بکنید. واقعا افسردگی خیلی وقتا مثل یک تابلوی راهنمایی میمونه که مثلا توی جاده شما تشریف میبرید میبینید که مثلا تابلویی هست که به چپ بپیچید یا مثلا شیب تنده. اگه شما به این تابلوها توجه کنید که خوب تو مسیر میتونید حرکت کنید وگرنه برای خودتون و دیگران خطر ایجاد میکنید. بیایم به افسردگی اینجوری نگاه کنیم، افسردگی رو یک فرصت ببینیم، چون خیلی از ما یکی از بزرگترین دردهامون اینه که خودمون به خودمون ما که تنها میشیم مثلا برای روزهای تعطیل اینو میبینیم که ما کاری نیست یا مشغله‌ای نیست یا شاید یه سری دل مشغولی هایی که خودمون برای خودمون ساختیم نیست و ما با اون درون خودمون روبرو میشیم حسای سنگین رو تجربه میکنیم. چرا؟ چون اون آدم انگاری درگیر روزمرگی کرده خودشو و نخواسته که با این حسای عمیق روبرو شه. بیایم به افسردگی اینجوری نگاه کنیم، به خودمون فرصت بدیم، پیگیر این باشیم که یک واکاوی مجدد با کمک یک متخصص داشته باشیم و بتونیم نگاه متفاوتی به درون خودمون داشته باشیم و بتونیم از این سرنخ‌ها برای تغییر درون خودمون و ای بسا تغییر تو شرایط زندگی خودمون استفاده کنیم.